امامه یکی از بزرگترین سرکرده‌های یکی از قبایل مشرک بود. بسیار آدم اصطلاح شجاع و دلیری بود. این اسیر جنگی گرفته شد. رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن این بیاریم به داخل مسجد، به ستون مسجد بسته کنیم. این محکم به ستون مسجد بسته کردن. رسول الله صلی الله علیه و آله آمدن برای از روز اول گفتن که چی حال داری یا امامه؟ گفت که اگر ای محمد اگر مر بکشی خوندار میشی، یعنی اینطور آدم تو نمیکشی که بعداً قوم مساکت بنشینن، حتما جواب خون من است میگیرن، پاسخ خون من است میگیرن. و اگر آزاد بکنی به اصطلاح آدم جوان مردی کردی در حقم. همین گپ زد. رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ چی نگفتن، رفتن. یک شبانه روز تیر شد، دید که داخل مسجد مسلمان ها که میآیند بغل کشی میکنن، نماز میخونن به صف واحد، نماز جماعت و اصطلاح خیلی همین اخوت و برادری مسلمان ها دید، طریقی وضو گرفتن، طریقی معاشرت، معامله اینها دید. صبای آمد رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن چی حال داری امام؟ گفت که همین گپ تکرار کرد. اگر بکشی خوندار میشی و اگر آزاد بکنی جوان مردی کردی. باز پیامبر چی نگفتن. روز سوم آمدم همین حرف زدن، گفتن چه حال داری امام؟ روز سومم این همین گپ زد. بعد رسول الله علیه السلام گفتن که ایر آزاد کن، بگذاریم که بره. صحابه ایر آزاد کردن، حرکت کرد، برفت. یک مقدار پشت یک دیواری بود، یک تپه بود. کجا بود؟ همونجا یک مقدار آب پیدا کرد. دیگه به این مدت غسل هم یاد گرفته بود از مسلمان ها که به اصطلاح باید غسل بکنی، پاک بشی، نماز بخونی، طاعت بکنی. بدون غسل درست نیه نماز خواندن و عبادت. رفت یک جای آب پیدا کرد، غسل کرد، بدون از اینکه به قبله خود بره. پس بیامد مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم تعجب کرد، گفت که چیکار شده امام؟ چرا همو سروز در میان همین سروز مسلمان نشدی؟ گفت اگر او وقت مسلمان میشدم میگفتن از ترس بود، بندی بودم. شما میگفتی چی حالت داری؟ من مسلمان نشدم میگفتم از ترس بوده. حالا که من آزاد کردی و هیچ گپی هم نشد دیگه، من رفتم بعد آمدم مسلمان شدم. واقعا دین شما دین حق.